دوستان عزیز، در ادامه ویدیو درباره عکس‌ها و تصاویرهای جدید طفل براک اوزچیویت و فخریه اوژن خواهیم پرداخت. بازم شما را دوستان عزیز به یکی از ویدیوهای یوتیوب چینل هاشمی تیوی خوش آمدید میگیم. تقاضا داریم تا آخر این ویدیو ما را همراهی نموده و ویدیو ما را تا آخر بیننده باشید. اما قبل از اینکه ویدیو ما رو ببینید، ویدیو را لایک کرده و کانال یوتیوب هاشمی تیوی را سابسکرایب نموده و علامه زنگوله را فشار دهید تا هم از این خبر آگاه و با خبر شوند. براک اوزچیویت و فخریه اوژن دو هنرپیشه مشهور کشور ترکیه می باشد که در سریال های خودشان خیلی عالی و موفق درخشیده اند. اما در یکی از سریال هایی که خیلی موفق و عالی درخشیده از براک اوزچیویت و فخریه اوژن و خانم دیگرش بالا خاتون، سریال عثمان می باشد که تا فعلا هم سر زبان های افغان ها و سر زبان های ترک و دیگر کشورها می باشد و خیلی ها می خواهند که سریال اینها را یعنی سریال عثمان را بیننده باشند و خیلی طرفدارهای خیلی زیادی کسب کرده اند. اما در چند قبل خبرهایی که بعد از دست ما رسیده است گفته می شود که یک تعداد از یوتیوبران و رسانه ها برای مردم تصاویرهایی را گذاشت که خیلی مردم را خوشحال ساخت که فخریه اوژن و براک اوزچیویت به بار دوم پدر و مادر شدند. اما در این روزها براک اوزچیویت و فخریه اوژن عکس ها و تصاویرهای جدیدشان را برای تجلیل این طفلش به رسانه ها گذاشتند. اما شما دوستان عزیز این ویدیو را دیده نظریات خود را با ما در کامنت شریک سازید. ما منتظر نظریات و کامنت ها و انتقادات خوب و سالم شما هستیم. ما از بارگاه الله متعال آرزو داریم که این طفل با پدر و مادرش بزرگ شده و خوش و خوشحال زندگی نماید. و از خداوند متعال برای شما دوستان عزیز صحت و سلامتی را آرزو داریم. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.